یکی از معتبرترین منابع دنیا برای توصیه‌های فعالیت بدنی همین مجله هستش که می‌بینید. Physical Activity Guidelines for Americans. توی این مجموعه آخرین تحقیقات نشون میده چطور با تغییرات کوچیک در سبک زندگیمون میتونیم جلوی خیلی از بیماری‌ها رو بگیریم. با ما همراه باشید که قرار این مجله رو به صورت کامل بررسی کنیم. خب قبل از هر چیز چند تا واژه هست که باید معنیشون رو بدونیم. واژه اول MET هست به معنی Metabolic Equivalent of Task یا به زبان ساده یا واحد اندازه‌گیری شدت فعالیت فیزیکی و میزان انرژی که بدن مصرف میکنه. واژه دوم Sedentary Behavior هست که به فارسی میشه رفتار کم تحرکی، یعنی فعالیت هایی که توی اون انرژی مصرفی خیلی پایین هست. به عنوان مثال نشستن طولانی مدت، دراز کشیدن زیاد یا حتی کار اداری پشت میز که حدود 1.5 MET انرژی مصرف میکنه. اگر بخوایم فعالیت‌های بدنی رو به 4 تا قسمت تقسیم کنیم، دوتای آخر میشن ورزش‌هایی که استقامت و قدرت عضله و استخوان رو زیاد میکنه. ولی خب دوتای اول نیاز به توضیح بیشتری دارن. یکی مودریت اینتنسیویتی هست که به معنی فعالیت هوازی با شدت متوسطه که فعالیت‌هایی هستن که ضربان قلب رو و تنفس شما رو بیشتر میکنن، ولی هنوز میتونید شما صحبت بکنید، ولی خب نمیتونید آواز بخونید. به عنوان مثال MET توی این نوع فعالیت‌ها بین 3 تا 6 هستش و خب میتونیم مثالایی مثل پیاده‌روی سریع یا همون بریسک واکینگ، دوچرخه سواری آروم، رقص یا همون باغبانی رو انجام بدیم. برای ویگورس اینتنسیتی که فعالیت هوازی با شدت زیاده، ما تایمی رو داریم که ضربان قلب و تنفس شما خیلی بالا میره و شما نمیتونید صحبت بکنید، نمیتونید هیچ کار دیگه انجام بدید. METش بالاتر از 6، مثل دویدن سریع، مثل شنای سریع، مثل دوچرخه سواری سریع و ورزش‌های تیمی پرتحرک مثلا. خب این جدول خیلی زیباست. توی نمودار عمودی ما میزان نشستن و همون sedentary لایف استایل مردم رو نشون میده و توی محور افقی moderate to vigorous که میشه همون فعالیت بدنی حالا از متوسط به سمت شدید رو نشون میده که هر چقدر به سمت نشستن و sedentary پیش میریم قرمزتر میشه و ریسک ابتلا به بیماری ها زیادتر میشه و هر چقدر که به سمت فعالیت بدنی پیش میریم سبز رنگتر میشه و اینکه ریسک ابتلا به بیماری‌های مختلف که در اسلایدهای بعدی توضیح میدیم کمتر و کمتر میشه. توی قسمتی که هایلایت خورده نوشته که مقدار تخمین زده شده برای مودریت یعنی همون متوسط فعالیت بدنی متوسط تقریبا حدود 60 تا 75 دقیقه به ازای هر روز و برای فعالیت بدنی شدید تقریبا 30 تا 40 دقیقه به ازای هر روز هستش که اگر این کار رو انجام بدیم به سمت قسمت سبز رنگ بیشتر پیش میریم. خب توی این اسلاید 3 تا نتیجه گیری کلیدی رو داره به ما میگه که اول حجم بالای فعالیت بدنی متوسط یا شدید میتونه ریسک بالای مرگ و میری که ناشی از نشستن بیش از حد هستش رو کاهش بده. دوم اینکه زمان نشستن خیلی کم ریسک رو کمتر میکنه، اما به تنهایی نمیتونه اثرات منفی نداشتن فعالیت بدنی متوسط یا شدید رو جبران بکنه. و دوم اینکه به دلیل اینکه سطح نشستن در جامعه بالاست و فعالیت بدنی پایینه، بیشتر مردم بیشترین سود رو میبرن اگه هم فعالیت خودشون رو بیشتر کنن و هم زمان نشستنشون رو کم کنن. خب فصل دوم فصل خیلی مفید و موثری هستش. اگر خودتون میتونید حتما بخونید و اگر نه حتما به ادامه ویدیو گوش بدید. نوشته که تحقیقات نشون داده فعالیت بدنی نقش مهمی رو تو سلامت گروه‌های مختلف مردم ایفا می‌کنه، مثلا زنان مردم، کودکان، سالمندان، افرادی که بیماری‌های مزمن یا ناتوانی دارن، زنان باردار و حتی دوران پس از بارداری. یه سری فواید اصلی فعالیت بدنی رو نوشته که باعث میشه کاهش مرگ و میر اتفاق بیفته به صورت کلی، باعث میشه که از بیماری‌های مثل بیماری‌های قلبی و عروقی، سکته، برخی سرطان‌ها، دیابت نوع دوم، چاقی مفرط، فشار خون بالا، پوکی استخوان از اینا پیشگیری بشه، باعث کاهش عوامل خطرزا مثل اضافه وزن و حتی کلسترول بالا میشه و چند تا موضوع دیگر رو اضافه کرده خب که موضوعات مهمی هستن و
توصیه میکنم که حتما بخونید. خب توی همین فصل صفحه 30 میاد بقیه موضوعات مهم رو بررسی میکنه. قسمت بنفش رنگ ماسل استرنگثینگ اکتیویتی رو نشون میده که تقویت عضلات هست، شامل تمرینات مقاومتی و حتی وزن برداریه و میتونه شامل بلند کردن اجسام سنگین باشه، کشش‌های مقاومتی باشه و خب در همین مورد. قسمت زرد رنگ بحث تقویت استخوان هستش و فعالیتایی که نیروهای فشاری رو روی استخوان وارد می‌کنن و باعث رشد و تقویت قدرت میشن، مثل پریدن، تمرینات پرشی و غیره. قسمت صورتی رنگ فعالیت‌های تعادلی رو نشون میده که کمک به پیشگیری از افتادن میکنه، مثل راه رفتن به عقب، ایستادن روی یه پا. و هایلایت سبز فلکسیبیلیتی اکتیویتی یا همون انعطاف پذیری رو نشون میده که شامل تمرینات کششی میشن و باعث میشن که افراد فعالیت‌های روزانه رو بهتر انجام بدن. خب توی این صفحه 32 تأثیر فعالیت‌های فیزیکی منظم رو روی افراد مختلف نشون میده. من قسمت بزرگسالش خدمتتون عرض میکنم که باعث کاهش مرگومی مورتالتی میشه، باعث کاهش بیماری‌های قلبی عروقی، فشار خون بالا، دیابت نوع دوم، انواع کنسرها میشه و حتی تو بحث منتال هلث یا همون سلامت روان باعث میشه که ریسک ابتلا به آلزایمر کمتر بشه، اضطراب و استرس کم میکنه، باعث میشه که عملکرد خواب بهتر بشه و همینطور باعث میشه که سبک زندگی و کیفیت زندگی بهتر و بهتر بشه. یه فکت علمی که هست و حقیقت داره اینه که نوشته افرادی که 150 دقیقه در هفته فعالیت بدنی دارن 33% ریسک مورتالیتی یا همون مرگ و میرشون کمتر از افرادی که سبک زندگی نشسته رو انتخاب میکنن. دوستای عزیزم، اگر میخواستم کل مجله رو بازگو بکنم، خب حجم ویدیو خیلی بالا میشد و مدت زمانش خیلی زیاد میشد، چون به هر حال حجم خود مجله بالاست و تقریبا 218 صفحه هستش. قسمت‌های مختلف داره، همونطور که عرض کردم، برای سنین مختلف، از بچه‌های 3 سال به بالا گرفته تا افرادی که سالمند هستن. ولی خب تقریبا قسمت‌های مهم مجله رو خدمتتون عرض کردم. امیدوارم که همیشه فعالیت بدنی داشته باشین و سالم باشین. ویدیو رو همراهی کنید. اگر از طریق یوتیوب با ما در ارتباط هستین، لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله بغل رو بزنید که ما رو ترغیب کنید برای ساختن ویدیوهای بهتر و با کیفیت تر.